به نام خدا. سلام دوست خوبم. امروز میخوام انجام 3 کار ساده و تاثیرگذار رو برات بگم که اگه هر روز انجامشون بدی تو زندگی معجزه میکنن. اول این که هر روز صبح که از خواب بیدار میشی به خاطر 3 از نعمتایی که خدا بهت داده به زبون ساده از خدا تشکر کن. دوم این که هر روز یه چیز مثبتی به خودت اضافه کن. میتونه خوندن چند صفحه از یک کتاب باشه، یا گوش دادن به یه ویدیو آموزشی باشه، یا حتی گوش دادن به یه پادکست خوب. مهم اینه که هر روز یه مقدار به دانستهات اضافه بشه. و سوم این که یه پیاده روی کوتاه یا حتی انجام چند تا حرکت ساده کششی میتونه حال جسم و روحتو بهتر کنه. و در پایان جهت توضیحات بیشتر به کپشن مراجعه کنید. لطفاً اگه تجربه‌ای تو این موارد دارین خوشحال میشم برام کامنت کنین تا منم از نظرات ارزشمند شما استفاده کنم. اگر از این پست خوشت اومد لطفاً بفرست برای کسانی که این پست به دردشون میخوره.